سال 86 هم دیگه ما اومدیم. آره. خب بندرعباس رو خیلی خوب بلدم. کجای بندرعباس میشه؟ ما 22 بهمن. آره شوهرم دوست نداشت چیزو. میسابم با اون انجام میدم. من پذیرفتم. ولی کوچیکه دیگه. نه منظورم مثلا چیزی که فاتی گفت به نظر استاد شخصی رو خیلی رعایتش کنم. این غذا رو انار میشه. خب کولی غورابیج. اول این دومش میزنی. خب بعد اینش میزنی. اینش میگیری. منسشو. اصلا آره. خب اینو تمیز میکنی. حالا اگه دوست داری بعضیا اینو چیز میکنن که میخواد شنی چیزی باشه اینو برمی مثلا تمیزش میکنه. این الان دیگه نمیشه. خب حالا یکی این درست کنه قشنگ. بعد ببین اینو که میکنی سیاه اینجا سبز. نگاه کن اصلا بدن این با این بدنش فرق میکنه. نگاه کن اینجاش اینطوری میاد این اینطوری کشیده تره. بعد اگه خیلی خوب وارد باشی یا این تازه باشه فقط بعضیا اینجاش اینطوری میزنن. فهمیدم. آره اینجاش اینطوری اینو میکشن ببین اصلا دیگه اون اشبهش هم در نمیاد. جون دل عشقنمه لب لب دشکنمه جون دل عشقنمه لب لب دشکنمه لا 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 سیافال دی لب لب زیبی میهم رقم نزیبی سروس شب برگت از بزیبی میهم رقم نزیبی میمیرم 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 بی او سرو جلانت از بگیرم بگیرم بگیرم. بخوام ترشی نیستم. بردار رو خلواش خشک اونم خنش. البته ما زودتر میگفتم دیگه دیدم خوشمزه‌تر دوست. چه بطری بودایی؟ بطرش نه گردو همونطوری هم خوب برای زیتون. آره دیگه خاطر همین یه مدت باید اونجا تو دم میاد. بعد تو دم بیاد دیگه. عیب ندارش. ده الان دل نبایی که با یه قبلون رو چکده یا اون آب بگیر کن. به نظرم بسته. حالا میتونی با قاشق هم بزنی. نه با دستم بزن اون قاشق ولکن. چی بعدن با سنگ بعد آخرش دستی انگوشت رو همین ولیس. سنگ بکوبش. باشه. خشکی چوچاق داشتیم. مشتم. خب. اون چیشی نمک ایناش خوبه؟
مزه نگرم که یه ذره بخوری چیزی تا این آماده روندی؟ نه یه چیزی کمه نمیدونم ترشیش کمه میده یه ترشی کم بود ایرادی عرصه غذاش میگه زود برشین این مقام او بس چقدر روغم چقدر زیتون پرورده درست میکنم شوهرتم که داره برای میسازه سبزی هم میریزیم سبزی های معطر سرخ شده هفتاده شده رو میریزیم توش بچه ها گوش کنید الان من و سجاد روی وریشنی زدیم رو خالی فشکن الان شما میبینید که میبینید ترکیب این چقدر با اون چیزی که دیروز خوردید متفاوته با یه تغییرات ساده ای ها نه بابا خالی فشکن بودا و خانم در فکر کدام میگیم در میداریم میگیم تو بیا اینو بخور با خیار فشکمش هم خوشمزه بایه گوشو برار خدایی چیزاتی که آرام شده خانم این دقیقا هم بشینیم استراحت کنیم این برای شما خیلی ممنون خیلی قشنگه دست در نکنه ببخشید سنباده نداشتم دیگه ولی خیلی عالی شده خونه دارم سنباده خودم میزنم خیلی دوست دارم این کارو دست شما درد نکنه سودا خانم همه چی عالی نوش جان تو بخور من اولین بار در زندگیم دارم کولی غورابیج میخورم غورابیج یا غورابیج؟ بیچ نه ویج یا بیچ؟ بیچ میخورم عالیه روغن نزدم بهش کار خیلی خوبی کردی این غذا ما همینجوری دوست داریم بفرمایید شما شما بکش من زیاد برنج نمیخورم چون خیلی آدم تمامیت خواهی هم کی؟ توتالیتره بکش الان این مزه خیلی باشه ولی آره آره خیلی خوبه مامانی واقعا تو قصه آخر میره کوشه کولی نه که نمیخوری شما میخوری کلش نمیخوری که با من دوست داری که میخوری نه